کت خوشوی ما تو کت ما خوشوی تا چی میشناسم مظلومک. باز دوستا وقت بخوای گپ کلان کنی میگه جنگر است. خب خودش خیلی تعصب میشینه مردم فکرش پر میکنه کلاگی مرد در اونجا داو میزنه. وقتی بیای از حق دفاع کنی میگه جنگر است که دخترها مشکل داره. ما جنگرا نیستم. ما با جرات پیشورید رفتم به خوبی در لایوت از بلاک کشیدم رفتم که مرا بالا بیار. تو کلمه گپ کتما میزدی دو دانه. وقتی کسی که دروغ میگه پت میکنه دوستا با بیننده خود گریه میکنه دروغ میگه ما که در لایوش میرم منم میگیرم میوت میکنه میگه نه برو نمیارمت بالا ما استوری کردم ویدیوشه. نه نباید بترسه. وقتی تومت میکنن باید صحیح بیا بگوی افسون توی کار کردی قسم بخوره میشه پیشوری کلا یک کت خوشی از این مکت خوشی از چی وقت گپ زدیم هر کس راست گفت بیا دیگه چیز خود نداریم. من نمیتونم که مردم هر روز مرا دعوا بزنند به دعا کنه. بیا پیشوری ما دیگه چیز خود نداریم به خاطر ثابتش قرآن پایین میکنم برات که مکت شوی تو چی وقت گپ زدیم. نویت گفته دانه چیز میکنه ما چی وقت کت نوید گپ زدیم چی وقت کت خوشوی تو گپ زدیم مرا چی به زندگی شخصی تو 4 سال بعد خودت آمدی حضور کردی نمبر تروان کو افسون جان چرا ایتو میکنه من هیچ نمیفهمم دوستا. این قد لایف گریانم گرفت لایف قطع کردم چون نخواستم که عشق مرا مردم ببینه و دلش به من بسوزه. من قد دختر قوی استم ما میتونم یک دانه گریان کنم کلی طرف دارم شوه اینم میال یک دانه گریان کنم دیگه اگه مرا کس چیز گفت اگه کلی نگفت افسون جان دیگه غرضت نداریم. اما غرور غیرت من اجازه نمیده که من بشینم گریه کنم تا مردم دلش به من بسوزه. فهمیدی گریان نکن. انسانای راستگوی هیچ وقت گریان نمیکنن میان گپ میزنن. هر کدام از زندگی ما مشکل داریم ما بشین یک مشکل خیلی قصه کنم گریان کنم خلاص افسون ملکی دنیا میشه. کل اگه سر چشمای خود میشانش که افسون گریان کرد در گریان هیچ وقت کس رو بازی نده. بیشتر این قد گریان آمد بسته لایو قطع کردم تا کارام نشدم پس نامدم چون غرورم اجازه نمیده. عشق ما به عرب به غیرت پدر مادر بیاد ما مردم والا افسون جان دلم سوخت به تو مردم به من دلسوزی کنه هیچ دلسوزی را کار ندارم. کس مرا دوست داشت امیر قم دوست داره. فهمیدی کسی که گریان که بازو هر کار میتونه کسی که مردم ایموشنال بلک میل کرد بازو دروغ هم گفته میتونه بازو میتونه که مردم بازی هم بده. فهمیدین تو لایف داری من ندارم ادیب جان سلام برسه برد تو لایف داری من ندارم تو میتونی قدر شستشوی مغزی بتی بینندای مرا من نمیتونم ما میجه میشینم قرار تا صبح میشه قصه تا میکنم نامم بعد میشه افسون جنگره میگه هر چی میگه نیدم قصهش هم نیستم ولی هیچ وقت نمیمونم گپ ناق کسر ما باشه هیچ وقته. بسته تیک تاک بگه افسون جنگره است جنگری درجه 1 پشت دخترها را گرفته ولی تا وقتی که حقم هستی میشه میشینم گپ میزنم. کس خوشش آمد بیایه نامد نبیایه. اینمی لایو هم هست اکانتم هست دلم تو که من لایو بسته کردم گپ تیر کردم تو میای گپ خوشویت به من میزنی که افسون زندگی ما خراب شویت ایلایت کرد نازن بودی بکشم صدای تک شویت چی را دیده بود بیارم بچه را در لایف بگویم قصایت چرا ایلایت کرد. وقتی چوب هستم چوب باش دیگه خود زیاد مظلوم نمایی نکن بس دیگه این 4 سال چوب بودم دیگه هر شویت ایلایت کرد جان من نده امی خو خیمه که دختر بعد هستم دفعه آخر چرا قوزر کردی بیا کتم نمبر تب دیگه بزن چرا عذر کردی من خب پشت شما نیستم شما خودتان میایین با خودتان شکایت میکنین خودتان عذر میکنین نفس نمبر تروان که کار داریم گریه میکنین با ما که گپ زدم با تومت میکنین که افسونت کرد. خب ما خو نامدیم که بدین نمبرت ما خو نامدیم بیا کد ما دوست شو خودشان به خدای پاک قسم دوستا خودشان میایین با الله پاک به سر مادرم قسم میایین عذر زاری افسون جان نمبر تروان که کار داریم وقتی مرا یک چیز فکر میکنی میای پیش ما مکت از دل پاک کمکت میکنم باز پشت سرم نرو نگو که افسون پشت ما گرفته ما پشت هیچ کس نگرفتیم. کدام دختر در تیک تاک بگه افسون نمبر مرا خواست هر کدامش که دعوا داره خودشان نمبر مرا خواستن مسجایشان است میشه نمبر تروان کنی افسون جان لطفا ما روان کردیم با تومت کردین مفتسیجه بیا هرچی بگو من طرفت سهل باشم. انسان وارد دوست رفتم در لایوش گفتم مرا بالا بیار 2 دقیقه ما گپ بزن نه من تو رو بالا نمیارم حوصله جنگ ندارم. حوصله جنگ که نداری شراندازی هم نکن چپک گردنت که تا کج گرفتی مردم سر ما شور میدی با میگی من حوصله جنگ ندارم.
این آرام 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 مردم هم میگه که مردم احساساتی میشه در جان ما میدوه. اشک کل مردم هم میخیزانه در جان ما. با ما که گپ زدم میگم حوصله جنگ ندارم. خو از گپای ما که خو گپای تو تاثیرگذار میشه که به گریه و سوران میگی. در جان ما اونم مردم میای مسج میکنه. افسون چرا تکدی؟ افسون چرا من میام گپ میزنم. هر مدیراتورم در لایو است تشکر همین کامنتار کنترل کنین. با خدا از آدمای خپک بترسین دوستا، با خدا قسم. نرمک تا صبح کل فکر مردم در مقابل ما تغییر میده. وقتی که من میام گپ میزنم با میگه من حوصله جنگ ندارم. عجب آدمی. حوصله جنگ نداری چرا که خودم گپ نمیزنی؟ بیاد دیگه چیز خو بس ثبوتش نداریم. قرآن اما در لایو آمده ما میوت کردی. گفتم بیار بالا قرآن پاک اگه مسلمان استی بار بگو افسون که خوشیم گپ زده. ما صدای خوشی تا نشنیدیم. قرآن میگه دست من میمانم. ما که شوی تو گپ نزدیم افسون الهی نیست که شوی کس گپ بزنه. تو دوستم بودی که تو گپ میزدم. ای که دختر چی گفت، احمد چی گفت، محمود چی گفت، این گپ جداست. کل گپ تو از دان مردم است. تو یک دختر ساده استی گپ مردم باور میکنی. ما هزار تا دشمن دارم. یک کس می به دروغ به تو یک پست میمانه، یک کس می به دروغ شیطانی میکنه. اینا میگه زندگی تا خراب کرد. همیشه میگفتم اسما نکو، در گپ مردم نکو. نه فلانی گفت افسونه کرده، فلانی گفت دوستا در گپایش 80%ش گپ فلانی است. متوجه شدین؟ گناه از این هم نیست. خو گناهش نیست چون که به گپ مردم میره. یک دختر آمد گفت افسونی کار کرده، فلانی گفت افسونی. و دختر کت خودم هستی، تو از دان ما شنیدی کدام صدای ما داری، کدام چیز شخصی ما گفته باشم ثبوت داری، بیار برام. مردم خو مرام ارقم چی میگن. تو نمیتونی مرا به گپای تخریب کنی. دو تا قلای وزیزه کردم سردرد شدم. اینقدر توهین باز کل گیرم میگیره میوت میکنه. طرفدارای من کجا یک چیز میگه میگیره میوت میکنه و کلش اونجا مرا توهین داره. تو ما فقط اکاونت ندارم جو تاسوب میشینم قصه میکنم. اینا برو مردم بگو افسون هر چی است. افسون بد است، بد اخلاق است. جنگ رسید دمی قصهش نیستم. وجدان خودم پاکی خودم به خودم مهم است. من کسی نیستم با مردم خود ثابت کنم. ما آمدیم همیشه از خود دفاع کنیم. مردم در جان مشهور میتن با ما که گپ میزنم چون صدای ما یک ذره برجسته هستم. خوبش گپ میزنم، با جرأت گپ میزنم. یک ذره یک مردم فکر میکنم من جنگ رستم، در حالی که او خپکا میشینن گردنه که کچ میگیره، آهنگکش قلب شکستگی میمونه، گریانک دل کلگی میسوزه با او. کلگی در جان ما میایه. بیشتر اینه که گریانم گرفت لایو قطع کردم. من خوش ندارم به گریان کس طرفدار ما شوه. اینا میال یک تو قصه زندگی خود کنم گریان کنم کلگی طرفدارم میشه. کلگی در سر چشمای خود مرا میشانه. ما چرا؟ ما ترحم خوش ندارم به زور ترحم طرفدار پیدا کنم. این قوی بودن مرا نشان میده. فهمیدی؟ هیچ وقت عشق من نمیم به زور عشق خود به مردم بلک میل کنم. گریه کنم که والا زندگی ما گوی در گوسی تو مشکل دارم اینجا. هزار گپ است در زندگی. آدم نمیه به زور عشق خود مردم علیه همه نمیکنه. این رو فراموش نکنی. افسون دوست پسر 100 تا دوست پسر نه 1000 تا دوست پسر داشتم. 1001 تا. کدام تاش آوردیم در تیک تاک به تو که تو خود حق میتی در باری زندگی ما گپ بزنی. هر وقت که آوردم ویدیو کلا به کلا ماچ با ماچ پست کردم باز تو حق داری که بگویی. در زندگی شخصیم خدا کنه میلیون تا بای فرند داشته باش. کدام روز آوردیم در تیک تاک. منظور ما تیک تاک است. در تیک تاک چی نشان میدی؟ چی نشان میدی؟ تو خود گردن به گردن لب به لب جای خو تخت کلش پست کردی حال که مردم میگه سر ما میدوی. زندگی شخصی هر انسان هر جوان کلتان هستین. هزار غم داستان است. شما کس خبر داره نه مربوط خودتان میشه. وقتی تو بیاری در میدیا پست کنی ای گرفرند نه مسی بای فرند نه مسی شوی مسی فلان باز مردم حق داره که در باریت گپ بزنن. از خیالای خود میگه نام کل می دوستای ما که در لایف من از فلانی بای فرندش بود بستانی بای فرند. کدام چیز داری؟ ثبوت داری؟ کدام ویدیو پست کردیم لب دلب؟ چقدر بی منطقه است. چقدر بگویی با میگه تو پیر هستی. چی پیر هستم؟ من 30 سال هستم. آدم که پیر خورخندگی نمیکنه. من خود دختر بودم در میدیا آمده بودم 5 سال پیش 1 سال بودیم. قواری تو بیبی فیسا کس خورد معلوم میشی. در شوی کردن و در طلاق دادن خوب کل چیزا میفهمی. شوی کردن میفهمی دیگه گپا نمیفهمی. شوی کردن خوب میفهمی. بچه گردنش خوشت بیای خدا ایلا بتی در جیم سرت زوف بیای از مقبولی از او
او خوشت میاد، او را عقلش داری. وقتی در گپ میشم میگه من نمیتونم، او کلان هستم، من نمیتونم کت از خدا بزنم. مگه کلانم هستم، من جرأت خو ندارم بچه رسول گردنش سعی کنم زوف کنم بگویم بیا مرا بگی رقم هستی گردنت خوشم آمده. من خواهی جرأت ندارم. مگه هرچقدر پیرام باشم هنوزم مثل یک طفل از این گپا شرمم میاد. امو حیا را دارم. اگه کلانم هستم با گفته تو فطیر گفتی چی گفتی پیر هستی چیستی. اگه پیرام هستم حیایش دارم که یک بچه را ببینم چشم من پایین پرتم گردنش سعی کنم اوای دانم نره. دختری که از طفلیت قخ داشت بچه را که دید که نقم زوف کرد بفهم که کل گپا میفهمه. با شوی کردن هوشیار هستین، با طلاق دادن هوشیار هستین. در گپ دیگه که میرسه افسون کلان است، هر گپا میفهمه. مفت است. کلان است فقط گنال گفته بودم. تو گپا یاد داری من ندارم. از گپ چرا میگریزه دوستا؟ به خاطر که حقیقتا روبرو شدنش چیش نداره، تواناییش نداره. چپک دوستا یک ماشین من خود چپ هستم نه آرام گپ خودم میزنه. تقصیر بعضی کسا بود در زندگی من، مداخلات بعضی کسا. من قربانی شده افسون هستم، مظلوم نماییم. مردم میاد در جان من مرا داو میزنه که تو زندگی فلانی را خراب کردی. همی از ما را میگم من قربانی شده میدی هستم افسون. من قدرت بار طلاق شدیم قربانی افسون. افسون قد تاثیر گذار است. افسون قدر توانایی داره که به زندگی شخصی کس بره خراب کنه. من اقدر دختر توانمند است باورم نمیشد. با خدا باورم نمیشد که من بتونم یک زن از شوش جدا کنم. واو شوی تا اگه گپ میدادم صحیح است، شاید میتونستم. حالا شوی تا خود ما گپ ندادیم. شوی زن خود دوست داشت قرار نگاش میکنه، با گپ هیچ کس ایلاش نمیده. شوی که زن خوبش داشت که دنیا را ببری بارش، زن خدا از بغلش جدا نمیشه. سر خدا میته زن خدا نمیته. میفهمی مرد افغانستان؟ میفهمی افغانا کیست؟ افغان زن که نکاح کرد زن خود کرد، اگه زنش به دلش بود جهان بخیز علیهش، سر خدا میته زن خدا نمیته. تو آمدی ما قربانی افسین شدیم، ما قربانی مسیجکای مردم شدیم. مردم بوزی میتی خپک زیر بوریا. ما چپو ما گفتم من تو چپک پوشیدیم که حالا مقدم قصه هیچ کس هم نیستم. امی کل تیک تاک بگه افسون دختر خراب است دمی قصهش نیستم. تو گپ ما میزنم شیروار. ما پنشیریستم. اوکی ما پنشیریستم، سست پست نیستم. میره فراموش نکنی دختر پنشیر سست نیست. فهمیدی؟ ما خپک نیستیم. میره بفهم در زبان بسیار خوبش هستیم. ما خپک کاری را یاد نداریم. جنگ میکنیم، داو میزنیم، تحقیر میکنیم، تو رو بروی میکنیم. ما خپک کاری را یاد نداریم. بشینم تریگک زندگی که مردم خراب کنم. بخوایم زندگی تا خراب کنیم این میجا تلفنم است. بخوایم زندگی تا خراب کنم زنگ بزن در واتساپ برات روان کنم. اونمو را که پلی کردم زندگی خراب میشه. ما او کارا را یاد ندارم. من تو پیش شدید میام برات میگم. من تو چی فکر کردی؟ مردار خور. با خدا دوستا ما چپ ما گرفتیم. وقتی رفتم در لایوش باش که بارامی گپ بزنم، رفتم گفتم بیار مرا بالا، هر مشکل داری من در تیک تاک هستم، دور نیستم، پشتم گپ نزن، خیر بیا اردی ما گپ میزنیم. در لایو هم برش پیام روان کردم. در می لایو گفتم برش بگوین که هر مشکل که تفسون داری در لایو بیا، خیر ما هم فالوور دارم، تو هم داری، مردم تو رو میبینم، مرام گپ میزنیم، چی سوی تفاهم است. میگن من جنگ خوشم نمیاد. وقتی جنگ خوشت نمیاد چرا تقدر شستشوی مغزی میکنی؟ مردم در مقابل مشهور میتی. گردنکت کچ آهنگک عاشقانه را میمونی گریان کده میشینی می زندگی مرا افسون خراب کرد. واقعا عجب آدمی. اولش دوستا وقتی یک زن، اول گپ برتان میگم شما بفهمین، خودم دختر هستم خدا نگاه میکنه گپ کلان نمیزنم. وقتی یک زن طلاق میشه و عاشق شوهر خود میباشه، ایره بفهمین، ایره زنا میفهمه مردانه. یک زنی که واقعا عاشق شوهر خود میباشه، واقعا وقتی شکست میخوره، طلاق میخوره، یک سال خود اقل به حال نمیایه، مشکنه، جرأت گپ زدن نمی داشته باشه. برو یک سالش زیاد از 6 ماه بگی سیست 6 ماه به حال نمیاد، چون واقعا عاشق شوهر خود بود و زندگیش از هم پاشید. مردم در یک ماه نمیاد ویدیوگکای قیامت جور کنه در تیک تاک.
مردم در یک مکشوی خود ایلا می تا عاشق شوی خود که می باشه در لایف نمی او تا هنگار پوست نمیکنه، چکر ساتری خود پوست نمیکنه، او کارا رو نمیکنه چون طلاق شده، شکست ریخته تا که جور شوه. درست شد تا ایلا کردی 20 رقم نمایش اندام دادی، ما جیم میرم، ما کالا میپوشم، ما هنگیندی و کده بچه ها برو گفت بزا ساتری کو. امی از طلاق پس بفهمی که گپ کجاست. درد تو تیک تاک بود ما مخاطر ایلا کردی دیگه، یا او یا تو مقصد آمدی پس در تیک تاک. ایره زنا میفهمم، مردا نمیفهمم. زنی که واقعا عاشق شوهرش و زندگیش باشه و مردم زیاد مظلوم نمایی نکن. زنی که واقعا عاشق شوهرش باشه گفتم تا چند ما به حال نمیایه، دیوانه میشه، تا لبسرین یادش نمیاد که لبسرین چی است. 6 رقم فیشن که 6 رقم کنی که مرد نشان بده مروشی میلا کرده دیگه چی بگویم برات؟ اون کی کرد افسون کرد مرا بانه کرده در تیک تاک بیا. تو عاشق تیک تاک بودی یا بیشتر از عاشق شوهرت بودن؟ یک دانه اسکریم هم میخوری 6 تا فیلمش هم مندازی. معلوم میشه که عاشق تیک تاک هستی. ما خمو کارا رو هم نکردیم، غیر لاف کردم ویدیو پست کردیم. من عاشق می تیک تاک نیستم. به خدا یک تا آیسکریم میخورن میفهم مسا جان کامنتایت خانم یک آیسکریم 6 رقم پست میکنی باش توجه بیننده فالوور بگیری مرا شی میلا کرده. عجب آدمایی. تو کی را بازی دادی؟ مردم که تشکایت بازی میدی؟ دوستان من به خدا طرفدار میگپا نیستم، خوب اوزارم میتن زیاد به خدای نه. کامنتار جا میمانه 100 رقم توهین میشم، زندگی مرا افسون خراب کرد، قربانی افسون شدیم، بد کدی لاده قربانی افسون. 4 سال گم بودی، کجا بودی؟ شاور دوم تیلات که چرا با ما تماس شدی؟ امی جانتی دمی لایف باشه که امیر ثبوت بکشم برات دیگه کس خونه بود. میگه افسون امی یک روز باز دشمنت نشه. چرا که تزیق گپ می باش کی زنگ زد؟ تو باش تو که اسما زنگ زد. دیوانیم کده بودی زنگ زد. امو سر ما بلاک که گفت امیر بلاک کو گمش کو. تالی نداری افسون جان. خودتان میایین، خودتان زنگ میزنید، خودتان شلگی میکنید، با خودتان تومت میکنید. بس است دیگه. من در قصه گپ هستم نه در قصه مردم هستم. چی میگه؟ من اینجا فالوور دارم میام برشون قصه میکنم، گپ میزنم، دان دارم. گناه نکو، از پاچا نترس. من خوشوی تره چی کنم؟ من خالگه کاری مکت مادرم بیچاره رسیدگی نمیتونم گپ بزنم، میام کت خوشوی تو گپ میزنم. عجب آدمی قدر پشت مردیم چی هستی تو چتل خورک. من سر تو دیوانگی های تو خنده میکنم. لودگه غیر آشپزی دیشه و در لایف 6 تا میگه خدای دیگه من چون بختم چرا خراب شد. من خود سلیقه‌ام داشتم، آشپزی رو یاد داشتم، زن خانم بودم. میفهمی چرا بختت خراب شد؟ چون به خودت اعتماد نداشتی. مرد عاشق زن سرشار است که به خود برسه. مرد به خاطر دیگه کاسه ارسی نمیکنه. مرد به خاطر سلیقه ارسی نمیکنه. متاسفانه زنای افغان بیشترشان فکر میکنن که مرد عاشق در دیوار دسترخوان ماست. خود فراموش میکنن یک تا لبسرین نمیزنن، یک لباس نمیپوشن، خانه را پاک میکنن. خانه را پاک میکنن، نان خوبش فقط شوی ایوان است، پیشوریش یک قابلی 6 رنگ ابان میخوره، خلاص با قرار بغلت خود تو را نگاه میکنه. مرد افغان اول میگه خودت به شاداب بشاش مقبول مستی که پیشوریم، بعد از او باز نان تا پخته کو. خودت شو روز گریه کو لا برید کشال بشی، بعد آخر شو میز 6 رقم جور کو شوی ایوان است. اینی چیزای تا جور کنیم که شوی تا نیلای تا نته. امیال شو روز در تیک تاک ثابت داری که من قابل پختن یاد دارم. شو روز ثابت داری که من دیگ پختن یاد دارم. من خانه ما با سلیقه است. دمی قصه خانه نیستم، برون چه ظرفایم ناشسته سر میز کوت است. بلندم پسش خودم ما گل واری نگاه میکنم، اعتماد به نفس خودم بالا میبرم، به خود میرسم، خودم مستی میکنم. مرد عاشق این تو زن میباشه، بازو را نگاه میکنه، کامرایش انرژی بگیره، مزهش بده. چی کنه که خانه 6 رقم جور باشه، خودش لب روش کشال یک لبسرین نزنه. اینی کارای دیوانگی تا اوسو کشوی تیلایت نمیده. فهمیدی؟ سر من ندو. اینی کارای تا برو مطالعه کو، برو در یوتیوب بذار. شب روز ما در یوتیوب هستم، هر موضوع میرم سرچ میکنم، میخوانم. چی باید کنیم شوهر ما دوست ما داشته باشه؟ چی باید کنیم که زندگی ما جور شود؟ چی باید کنیم اعتماد به نفس ما بالا بره؟ اینی موضوعات بکش، گوش کو، ببین. من شب روز اینمی چیزا رو میرم سرچ میکنم. اینمی چیزا چطور به خود برسم، چطور اعتماد به نفس ما بالا برم، چطور احترام به خود داشته باشم، چطور میتونم یک زن موفق باشم، خواستای شوهر از خانمش چی است.
شوهر چی میخواه؟ یوتیوب پر است، به خدا 1001 رقم اونجا تاپیک است، برین سرچ کنین بخونه. با تیک تاک خو وقت دارین، برین سعی کنین بخونین یاد بگیرین، دیگه شکایت نکنین، سر ما ندوین. شویش بیچاره یک روز درنگ کرده بوده، کمکی او را از خانه کشیده که تو کافر استی برای شوی چی کنه که تموت زن بگوین با ما. در این وقتی که بچه در اروپا است، آزادیش از زنش بی بودی، امو امکانات در خانه برش فراهم می ساختی، در پالیش می شیشتی، مستی تا می کردی که سجدیت می کرد. میگه فالو جانم از دیگه خیر است، یک روز درنگ دل شده چطور شود دیگه، ما در کدام قرن چیز زندگی نمی کنیم. او بیچاره یک روز کمک شراب خورده بود، او را از خانه کشیده، او رفته دیگه روز که رفیقای خود شراب خورده، او هم دیگه چیغش برآمد که تو رفتی که رفیقایت خیانت کردی، نشه کردی. اگر تو همین زمینه رو در خانه برش مساعد میکردی، او نمیرفت بیرون، رفیق میشدی برش. خو شراب دل شده نه بخو، یکم پیشوری خودم بخو، چی فرق میکنه؟ او را از خانه کشیده که او رفته که رفیقای خود تا نه وقت شب درنگ کرده. زن ما خوش نداره، سر از او تومت کرده که تو خیانت میکنی. زن هوشیار امو شرایط به زن خود، به شوهر خود در خانه فراهم میکنه. زن هوشیار رفیق زن شوی خود میشه، رفیقش میشه، میشینه کتش قصه خود میکنه، آزادی شوهرش 100% میده برش. چی دوست داری؟ خب قصه درنگ دوست داری، اینا بیشی بکن، چی فرق میکنه؟ نمیشه به خاطر چیزی که یک نفر خوش داره از خانه بکشش. خوش نداشتی به خوبی کتش گپ میزدی، فلانی جانم شو خوردی دیگه میره خوش ندارم. خو نمیشه که تو رو از خانه بکش که در خانه نخو، اینی کارای لودگی توست که باشو تیلایت نمیته بوده جان ما ندو. بچه جوان است، بچه شوق داره، در اروپا زندگی میکنه، بخوای نخوای کدام بچه در میلایف مست بگه ما کدام وقت درنگ نکردیم، بخوای نخوای یک شوقش میاد یک درنگ کنه. زنش گور از خانه بکشه در کونش بزنه که دیگه در اینجا درنگ نکنی، خود چی کنه؟ او دیگه خسته میشه، میگه اگه چی کنم، میخوام فکر من نیست، مفکوری من نیست. کمی اینجا تا بالا ببر، شویت ایلایت نمیته، به خدا ایلایت نمیته اسما جان، سر من ندو. به خوبی در لایو تا آمدم که مرا بالا بیار، کتما گپ بزن، زیاد مظلوم نمایی نکن، مردم در جان مشو نته. تا صبح گردن خدا کچ میشینه، دوستا گریان میکنه، زندگی مفسون خراب کرد، ما قربانی شدیم. کلی در جان ما به شما معلوم نمیشه. 1000 تا مسیج به من میاد، مرا داو میزنه. 1000 تا مسیج به من میاد که تو خپک هستی، زندگی فلانی رو خراب کردی. ما چی خراب کنم زندگی تو را؟ خودت زن جور کو. ما چی کاره؟ بیار قرآن شریف پایین کن، مکت خوشی در کجا گپ زدیم؟ غیر میگه که خوشی ما میارم ثابت میکنم، بیار خوشی تا. به خدا قسم گفتم، ما وقت به مادرم بیچاریم رسیدگی نمیکنم، ما به خوشی